زدن، بگاه یا حسین زدن وا همینه وضعیت همینه. یو گایز خیلی خوش اومدید به ویدیو جای چنل هوسیز. چنل دوم هوسیز امروز در خدمتتون هستیم با سوتیای صدا و سیما، خبرنگارا، مردم، مجری، دکتر و همه که توی تلویزیون استودیو دارن و در دسترس عموم هست. امروز اومدیم که پیش دور هم دیگه کلی بخندیم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتما اگه نظری داشتی حتما تو کامنت ها بهم بگو، سابسکرایب یاد نره و چنل اولم دریابید. بدون هیچ وقتی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. وظیفه برای خانوما خیلی سنگین تر شده چون جنگ الانی که ما داریم جنگ پشت هستش، قبلا روبرو بوده، جنگ روبرو راحت تر هست. آقای قربانی، آیا شما میدونید 27 خرداد ماه چه روزی هستش؟ روز جمعه است. 27 خرداد ماه 20 بهمنی. آقا خونه ها الان تکمیل شده یا نه؟ 40%. بسم الله الرحمن الرحیم. این مردم ما مردم خوبی هستن، خیلی هم آدم خوبی هستن و خوبی از خود شما نباشه، ولی اینا رو این مشکل این یعنی چی خانوم ها کارشون سخت داره و این جنگ که داریم جنگ از پشته؟ خانم متوجهی چی میگی؟ اصلا چرا شما دوربین و میکروفون میبینید هول میکنید؟ این حرفا چیه دارید میزنید به هم؟ از اون میگه چند درصد حاضره 40%. بسم الله الرحمن الرحیم. الله دلش چرا یهو رفتی تو فاز صوت و قرائت و اصلا سوال کرد سوالش جواب بده. لازم نیست دیگه حالا عربی غلیظ برای ما بخونی. اونم که محله خودشون هم تعریف کرد دیگه. اصلا اوضاع صدا و سیما بد خرابه. اصلا صبور نبودن، بسیار هم خشن بودن. نماز صبحشون خیلی قضا میشد. به من میگفتن خانم منو بیدار کن، با کتک بیدار کن. اصلا دلم نمیومد. ببین به دو تا دکتر دارم فکر میکنم. این بنده خدا سکس مورنینگ و BDSM همزمان با هم داشته، یعنی هم سر صبح هم خشن دوست داشته. اینجوری بوده که حاج خانم بادا بیا. یعنی چی؟ یعنی چی خشن دوست داشت؟ یعنی چی خشن بود؟ یعنی چی منو با کتک بیدار کن سر نماز صبح؟ اصلا نمیشه به این مثبت فکر کرد. هر کسی میگه من دارم به این موضوع مثبت فکر میکنم 100 داره زر میزنه. به درباره موضوع مثبت فکر کنی، این مثبت اصلا جور در نمیاد. ولی من کارشون ندارم. اونا هر وقت منو میدیدن خودشون قایم میکردن. از من میترسیدن. نکته باحالی بود. صادق با آمادگی کار. ببین مثلا تو پیش دوستات اینجوری خب صحبت میکنی، چیز عادیه، ولی من اصلا توقع نداشتم یه نفر به یک نفر دیگه برگرده بگه که آقا اونا خودشون منو میدیدن خایه میکردن و از من اینجوری داستان باحال خایه میکردن. فهمیدی اصلا چی گفت؟ تو بخش زندت میخوای جمعش کنی اینجوری جمع میکنی. الان فهمیدی چی گفت؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله العظيم يغفر العظيم الله أكبر. کار دارید بکن. بسم الله الرحمن. خانم سرت داره گیج میره، خندت گرفته، چیکار داری میکنی؟ یعنی ریدی توی نماز جماعت رفت. شما لازمه نماز رو یه دقیقه استوب کنی، بزنی بغل، آروم شید، بعد بیای ادامه. یعنی درست جماعت ثوابش بیشتره، ولی تو این شرایط شما هرگز تو فرادا بخونی خیلی سنگین تری. جماعت رو بذار کنار، از این به بعد فقط فرادا که یه جماعت هم عبه نبری. 4 تا صف پاره شده هر کاری که تو داری میکنی، بعد تو صف اول پشت حاج آقا قامت بستی. نمیشه که. یعنی حاج آقا پشتشو نمیبینه. اگه حاج آقا آینه بغل داشت، قابلیت این داشت که بفهمه خبر عقب چه خبره، نمازو میشکست، میگه خارم گم شو بیرون، برو بیرون nabinamет. چی کار دارید بکنید با خودتون؟ İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden. عالیش. اینو یعنی هممون با پوست و گوشت و خون و کون دارین درک میکنیم.
این اصلا تیپیکال زندگی تو ایرانه. یعنی تو میای یک قدم مثبت ورداری 10 قدم با کون میری عقب‌تر، اصلا قدم به جلو معنایی نداره زندگی در اینجا. اینو همه تو مطمئنم درک کردید، به وضوح هم درک کردید، نه نصف و نیمه. گل و باز هم سومر یه تنه وایستاده، دروازه رو قفل کرده، کیرش هم انداخته معلوم نیست کجا، روی آقای جواد خیابانی با اونجای بازیکن چیکار داری شما؟ یعنی چه اونجاش انداخته معلوم نیست کجا می‌خواستی باشه؟ تو شورتش آقای جواد خیابانی لاپاش قرار بود کجا باشه؟ یعنی چی انداخته کجا؟ اینو بیا به من توضیح بده. توقع داشتی کجا انداخته باشه؟ تو دوست داری کجا باشه؟ اون که جاش مشخصه، جاش بین پای آقا است، جاش تو شورت آقا است. اگه قرار جایی بندازه شما خبردار بشی به ما هم خبر بده دیگه. اینقدر آقای خیابانی به جزئیات دیگه دخیل نشو، دخول نکن تا یه حدودی. نایل شد. ما در کنار افزایش حجم تولید، افزایش کیفیت محصولات، سرلوی کار خودمون قرار دادیم که نمونهش رو مشاهده می‌کنیم. بله نمونهش رو دیدیم تو کارخونه شما. مثل این که اولین چیزی که خیلی مهمه امنیت تمام کارکنای اونجاه، امنیت بالا. یعنی قشنگ مشخصه که امنیت برات عد فرض اولین چیز برات مهمه و اونو در اولویت خودت قرار دادی. داداش تو پخش زنده یه دونه عمود بالا ول دادی تو سر خبرنگار فقط که عمودت بخوره، این تا مجری بره تو. بعد داری صحبت میکنی میگه همونجور که مشاهده کردی تو چه پررویی هستی. از اون ور این صدا رو میشنوی پوف. با افتادن کاری ندارم، امنیت هم ولش کنی، با افتادن کار دارم. وضعیت هممون اینه، تا یه صدا میاد اینجوری که زدن بگاه یا حسین زدن وا شروع همینه وضعیت همینه. بعد از همه حقیقت تلخ میدونی چیه؟ من به عنوان کسی که دقیقا روز اول خونش رو زدن و تجربهش کردم و میدونم چقدر شرایط بدیه و میدونم چقدر افتضاحه و ممکنه تا کجاها پیش بره و آدم هایی که دیدم براشون چه اتفاقاتی افتاده، میدونم که خیلی وحشتناکه. به اسرائیل ملعون پیام میدم که اگر همسرمو از دست دادم یه دونه گرفته 2 تا جایگزین میکنه. خانم اینو نباید میگفتی. یعنی چی اسرائیل ملعون یه دونه شوهرت گرفته 2 تا جایگزین میکنی؟ 2 شوهر دوست داری؟ اسرائیل داری بهونه میکنی؟ دنبال این بودی که بود داری بری یه شوهر دیگه بگیری؟ خانم نکن این کارو با خودت. خانم این چه کاری با خودت کنی؟ خانم شما که دوست داری فقط دنبال بهونه میگردی. خانم اوضاع چیه؟ خانم انگار خیلی هم ناراحت نیستی. خانم از شوهرت خسته شده بودی. خانم بله پس ما باید به خودمون ببالیم، به این پرچم ببالیم. عرضم خدمت شما که آقا یعنی چی به این پرچم بمالیم؟ پرچم حرمت داره نه لذت. پرچم کشورمونه، به پرچممون بمالیم. چیو میخوای بمالی؟ اگه تو به پرچم بمالی میان میمالنت. میدونم زبونت گرفته ولی اصلا چرا این حرفو زدی؟ به پرچم بمالیم ها؟ خاک بر سرت کنن. مختلف با نظرت محترمه. نظرت آخ اگه من جای خبرنگار بودم نمیگفتم شما هم نظرت محترمه یا اینجوری باش مهربان برخورد نمیکردم. گفتم تو گوز کدوم چوری هستی که با صدا و سیما مصاحبه نمیکنی؟ تو کی که اینجوری فاز گرفتی؟ Who are you؟ میریدم بهش. اینجوری هم نیست، با تمام وجودم میخواره، با تمام وجودم میریدم بهش. بازم خبرنگار بود که آروم برخورد کرد. آقا امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. هر ویدیویی که دوست دارید براتون بذارم تو کامنت ها بهم بگید. اگه با این ویدیو حال کردید تو کامنت ها بگید. منتظر کامنتاتون هستم و با کامنت های شما انرژی میگیرم و تا ویدیو دیگه سلام.